سلام دوستان، با یه ویدیو دیگه در خدمت شما هستیم. این ویدیو رو اختصاص میدیم بازی تیکن 7. خب شما میخوایم براتون یاد بدیم که از کجا نصبش کنیم و یادتون میدیم که و یک گیم پلی هم براش ازتون میذاریم. خب میبینید که این تیکن 7 است. میام تنظیمش من یه بار سیو کردم. گیم ستینگش مثلا بریم میتونید سرعت بازی رو تنظیم کنید توی این فرم اسکیپینگ، روی این رزولوشنش میتونید چی کنید. خب این شما هم میتونید با شوت کار کنید، هم میتونید با دکمه کار کنید. کاراکترهاش هم که میبینم کاراکترهای تیکن 7 هستن و تیکن 6 هم داخلش هست. البته یه بخش دیگه هست تو این بخش هم بعد از کاراکترش ممکنه باشه، البته نه نیست شکن 6. اگه باشه اتون کمترش مثل اینگاه نیست. خب شما تو بخش دیگه هست که همه کاراکتر تیکن 6 هست. اون تو بخش مهمش همین است. شما انتخاب میکنید، میتونید تک به تک بازی کنید، میتونید بخش داستانش رو بازی کنید. خب ما اول بهتون یاد بدیم که چطوری بازی کنید. در من روی حالت تایم اتک گرفتم. دیویل جین همه شخصیت های محبوبش رو هم داره. همه شخصیت های داخل تیکن 7 میبینید هست. خب ما نوه نصبش رو بهتون یاد میدیم. مثلا بیرون شما توی هر سایتی دقت کنید. توی هر سایت، توی هر برنامه، توی هر چیزی که باشه که بازی توش باشه میتونید دانلود کنید. حالا ما داخل مارکت دانلود کردیم، شما میتونید داخل مارکت دانلودش کنید. خوب دقت کنید، نکات ریز به ریز انجام بدید. ببینید خب شما اینجا کلوپ نمیدونم دیگه چطور. خب ببینید شما این کلوپ دیگه رو که چرت و پرت اصلا دانلود نکنید. بعد از کلوپ گوشی رو که خاموش کنید دیگه اصلا میره. شما یک کلوپ که من میگم این کلوپ بازی پی اس پی اکس رونالدو است و اکس دسته پی اس 4. این رو دانلود کنید. این اکس رونالدو روش هست. هر بازی که خوش شما نم غیر تیکن از تیکن 5 بگید تا تیکن 7 از بازی اساسینز کرید همینجا ستاره میبینید. توری 3 شما دانلودش که کردید میاد بیرون. خب بعد داخلش که میرید خب روی پیشنهادی میزنید. نگاه کنید پیشنهادیاش تیکن بازی فوتبال هست، معدن که اوتی هست، فیفا استریت هست، حتی مورتال کامبات بند زنجیر ها هست. اگر هم بخواید میتونید مورتال کامبات رو نصب کنید. پلیستیشن سه گرفته است. خب تیکن 6 هم هست میتونید نصب کنید با گرافیک بالا. سال کالیبر هم هست میتونید نصب کنید. خب بیشتر بازی روح سوار اینا همه بازی هست روش. ببینید اسپایدرمن پر دانلود ترین هایی که خدای جنگ 2 هم هست. شما بازی رو منتخب میتونید دانلود کنید. ورژن رو اسپارتا خب من که اون اینجا دانلود تیکن نداره که من شما دانلود کردیم این 376 مگابایت هم میکشه برای دانلود کردنش. خب شما اینجا روی این پایین میبینید نوشته شروع فایل های اضافی بازی آپدیت به 7. این دانلود کنید، این حتما دانلود کنید. نمیدونم این 200 یا چند مگ باشه این، ولی بیشتر از 200 مگ 100%. اینه که دانلود کنید این آپدیت میشه به تیکن 7. حالا ما یه گیم پلی میذاریم بریم داخل بازی بیایم. خب دوستان مثل که ما رو آورد به ادامه چه بهتر. الان یه گیم پلی بذاریم. دکمه آر و ار و اینا هست دیگه. رزولوشن بازی رو پایین آورده. ما بریم
ریزولوشنش رو بیشتر کنیم. نمیشه 3 2 درست شد. این بخاطر گوشی من هست. خب الان ما جین کازاما رو خوب باش بلدیم بازی کنیم. حالا آره خب دوستان الان چون آدمش نگاه که ما تکن 6 رو برداشت بخاطر یکم اینطور شده. لباس خفن‌تری برداشت. گرافیک بازی خود رو میتونیم میتونیم من اسلاموش کمی اسلاموشنش کردم. شما میتونید کیفیتش رو ببینید بالاتر، گرافیکش رو بیشتر کنید. من که اسلاموشنش کنم چون اسلاموشنش بیشتر حال میده. اوه اون لامصب چقدر قویه. بکش دیگه، بزن دیگه لامصب، فر بزن. واسه عقیدتی واسه ما شکلاتی. بمیر لعنتی. اوه اوه این حرکت بده و وقتی میزنه دیگه آدم نمیتونه بگیرتش. ای وای وای نو نو پرامو شکوند. اوه مای گاد بگیرش. نایس بانس. بیا بیا بغل عمو، ناناز عمو. اوه مای گاد گرفتی. نه تکشن برنده میشه. اینه که بردیم. هرچند گوش من ضعیفه کم کیفیت به نظر شما شاید بد بیاد ولی برای من عالیه، کیفیت عالی. الان نگاه کن اینا آدمای تکن 6 بردن که اینطوری قوی هستن، میگم اینطوری سرشون پوزشون میگه برای دشمناتون. من رو صحنه اسلاموش نمیتونم بازم میگم اسلاموش دارم انجامش میدم بخاطر هم گرافیک میبینید که بسیار عالی میباشه. وقتی اینکه میزنی زمینش خورد میشه بسیار. شما رو میتونید میبینید اینا نمیدونم چقدر قوی هست. ولی من اصلا بخش سختش خاطر همین این لحظه ها نمیدونم من یه لحظه بهشون بزنم. هیچ حرکتی نمیزن. بیا جلو. نگاه اینجا بد میشه یهو میگیره میزنتت. بچه برو خونه دایی. بازشون داره تماشایی از این فینیشینگ های قشنگا. نرلی همیشه میگم بازم میگم واسه هرکلتی واسه ما شکلتی جوجو. اینم پرواز میکنه. بیا برو. وای نه اگه این بهش بخوره کارش تمومه. لامصبا نمیخوره بهش. شما میتونید با آریه کاردو اینا دیگه قشنگ راحت فناتون همه چیزاتون رو بزنید.
بعد اگه مثلا شما استارت رو بزنید میاد رو کامند لیست، یعنی روی میزنید شما فناش میتونید ببینید. 86 تا فن داره، شما میتونید ببینید. اگه بخواید اکسیژن دایره او مای گاد، چه حرکت قشنگی یاد گرفتیم. همه رو با دستش جیر میده. ای والا ای والا. اون نمیشه آدم کیکن شیشه با من مقابله میکنه. او این سینما سری اوه نصفش چه حرکت نازی یاد گرفتیم. اوه 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 این کارش تو سکن 3 هم بدم میومد. این چی کار است؟ دایی بیا برو بشین. یادش بخیر حرکت این روی دستاشو میچسبون به هم باز میکرد. یادش بخیر. این شما بیاتون حتما راستی حتما پیج ما رو سابسکرایب کنیم، چنل ما رو میگم چنل ما رو سابسکرایب کنیم. حتما لایک هم یادتون نره، روی زنگوله هم بیزنه بزنید تا ما ویدیو جدیدمون بتونید ببینید. ویدیو جدیدمون خیلی قشنگه، اصلا بازی دارم میبینید که تیکن 7 خیلی دنبالش هستم، نمیتونم به دستش بیارم. من به هر روشی که شاید تونستم به شما به دستش بیارم و نصبش کنم که به شما نشون بدم. خب دوستان این دست آخرمون دیگه بزنیم، ویدیو طولانی شد. میخوام شما ببینید که بفهمید بازی از چه قراره. اگه وارد بازی شدید خب دوستان امیدوارم که خوشتون اومده باشه. حتما چنل ما رو سابسکرایب کنید. بازم دارم بهتون میگم حتما چنل ما رو سابسکرایب کنید. خواهش ازتون میکنم حتما چنل ما رو سابسکرایب کنید. ممنونم که در این ویدیو همراه ما بودید. تا ویدیوی بعدی شما را به خدای بزرگ میسپارم. خدا حافظ.